اولین ویدیو بلند یوتیوب، خوش اومدین. میخوایم در مورد این پست صحبت کنیم. تو محل ما میزنه آجیر مامورا جیغ، تو محل ما میخوره دو کله ها تیغ، با قیافه پر میشه نه با غم لاتیت، بیا ببین میخورن قسم رو سر حاجیت. تو محل ما میزنه آجیر مامورا جیغ، تو محل اینجا داره که بستگی به آهنگتون داره که کدوم قسمتش زیاد میشه بیس آهنگ، تو کدوم قسمتش کم میشه، که یکی اینا رو مرور بررسی میکنیم. این وضعیت درست نیست آقا، این وضعیت زشته، کثیفه، مستهجنه. اولین ویدیومون باید با یه قلاب شروع بشه که مخاطب به خودش جذب کنه تا آخر ویدیو رو ببینه. فیلم برداری بک استیج شروع کنیم که نشون میده که خودتون این ویدیو رو تدوین کردین، همه کارش با خودتون بوده. گوشه بدید به طرف دیگه که از موقع فیلم برداریتون بتونه ضبط و فیلم انجام بده. دومی شاتم بعد از اولین استارت سوژه باشه که یعنی همه برنامه‌ریزی انجام شده، شما آماده اید برای یه ویدیو خفن. بازدید خوبی که میتونه ویدیوتون بهتون بده یه لوکیشن خوب که هماهنگ باشه با ویدیوتون. مثلا اگه مثل این ویدیو دوست دارید باشه، حتما یه جایی باشه که مثلا دوره ساختمان‌های بلند باشه، تو پارکینگ‌های مجتمعی بزرگ، زمین بسکتبال اگه جا داشته باشید که بتونید ماشین رو توش ببرید. ما اینجا محلمون یکیشه داره، دمش گرم. با ماشین که هیچ، با موتور بچه‌ها میان اونجا تک چرخ میزنن پشت ماشین که مخاطبا به وسوسه بندازه. داش حامد گرم که یه حداقل یه دستمال به این ماشین کشید. بچه‌ها یادتون باشه هر موقع میخواین از هر محصولی فیلم برداری کنید حتما براش زمان بذارید، براش وقت بذارید که بهترین ویدیو رو براتون داشته باشه، خوشگل باشه، تمیز باشه. آخر ویدیومون که از پشت ماشین تموم میشه میریم سراغ جلوی ماشین که حالا ما با درهای بازش فیلم گرفتیم که بتونه یه حس خوبی به مخاطب بده. ماشینتون اگه باند و ساب خوبی داره میتونید از اون قسمت هم فیلم برداری کنید. میتونه یه نمای جدیدی از ماشینتون تو فیلم جلوه بده. نگوزی ماشینتون اگه برچسب یا رینگ خوشگلی داره هم میتونه ویژگی خوبی باشه برای ویدیوتون که یه قسمت کوتاهی بتونه تفاوتی تو ویدیوتون ایجاد کنه. هیچ وقت نذار کسی حرکت بعدی رو بفهمه. این قسمت ویدیو شما باید دستتون ثابت باشه و بدنتون و پاهاتون به صورت خیلی آهسته باید تکون بخوره که بتونید فیلم‌ها با کمترین لرزش بگیرین. برای چراغ‌های جلوی ماشین هم میتونید از زاویه‌های خیلی مختلفی فیلم برداری کنید، نزدیک، دور. در آخر هم تمام. تو محل ما میزنه آجیر مامورا جیغ، تو محل ما میخوره دو کله ها تیغ، با قیافه پر میشه نه با غم لاتیت، بیا ببین میخورن قسم رو سر حاجیت. تو محل ما میزنه آجیر مامورا جیغ، تو محل ما میخوره